در شهر خوجند در بین 4 روز پی هم 2 برادر را به خاک سپردند. اسلام جان قاسموف امگی 43 سال و بابا جان قاسموف 47 سال داشت. مرگ پی هم 2 فرزند، نه فقط پدر غمزده آنها سابقه‌دار میلیسیا عابد قاسموف را غرق ماتم و اندوه کرد، بلکه یک باره جوانمرگ شدن 2 برادر حتی آنهایی را هم که اسلام جان و بابا جان را میشناختند سخت اندوهگین و دلریش کرده است. مرگ اول جان فرزند خورده عابد قاسموف اسلام جان را گرفت. اسلام جان صاحب کار بود. بعد 4 روز برادر کلانی او بابا جان قاسموف که کسب پدر را پیشه گرفته در مقامات میلیسا کار میکرد ترک این دنیا کرد. مأمور یوسف زاد ژورنالیست تاجیک مقیم خوجند مرگ این 2 برادر را تلفات سنگین و نابهنگام برای سلاله در این گوشه شمال تاجیکستان معروف قاسموف ها نامیده و نوشت جوانمردان اصیل وطن ما را ترک نمودند. این جوانمردان نامبردار وطن صداقت پیشه به کار و پیکار خود با قطعیت و استواری و دلیری و جسارت در خدمت دولت و حکومت بودند. مرگ اسلام جان قاسموف در سن 43 و بابا جان قاسموف در سن 47 دلهای همه را ریش کرد. روحتان شاد و یادتان گرامی و جایتان جنت باد. جوانمردان اصیل وطن بابا جان و اسماعیل جان را در خوجند در کنار مادرشان که همگی 1 سال پیش از عالم چشم پوشیده بود به خاک سپاریدند.